برنامه عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید. آقای دکتر. بله بفرمایید. سلام عرض کردم، روزتون بخیر. روز بخیر، بفرمایید. من از امریکا زنگ میزنم خدمتتون. حدود 19 سال امریکا زندگی میکنم. 2 تا بچه دارم. دخترم حدود 15 سالشه و یک پسر 9 ساله دارم. من آقای دکتر مدتیه که خیلی از نظر روحی خسته شدم. نمیدونم، شاید به خاطر مقتضای سنمه. من حدود 45 سالمه و خیلی تحمل هیچ چیز ندارم اخیرا. نه تحمل شوهرمو دارم. شوهرم خوبه، گهگاهی سر مسائل بچه ها با هم مسئله داریم، ولی روی هم رفته به اون صورت خیلی مشکلات زنای دیگه شوهرای دیگه دارن ما نداریم. ولی بعضی وقتا برنامه شما رو همیشه نگاه میکنم، فکر میکنم شاید مسائل من از دوران بچگیم باشه، ولی هر چی فکر میکنم ببینم بچگی خیلی خوبی هم داشتم. شما بچگی خیلی خوبی داشتی؟ جانم؟ بچگی خیلی خوبی داشتی؟ یعنی مسئله نداشتم. نه هیچ کس مادر خیلی نمونه بودن، هیچ وقت با هم مسئله نداشتم. نه صبر کنیم، نه صبر کنیم، ما هیچ کدوم بچگی خوبی نداشتیم. مثلا بچگی نمیتونه خوب باشه متاسفانه. خیلی خوبم، خیلی خوب پدر مادر مسئله نداره. شما چند تا خواهر برادر دارید؟ منظورم در مقایسه با بقیه که میگن که بچگی‌های بدی داشتیم، تو خونه همیشه دعوا بود و اینا، مال ماها نبوده. از این نظر نه آخه اون که فقط بدی که اون نیست، همینقدر که پدر مادر ما آدمای نگرانی باشن کار ما تمومه. نه بذار ازتون سوال کنم، چند تا خواهر برادر دارید؟ ما 4 تا خواهر برادر داریم. شما چندمی هستید تو این 4؟ من دومیم. به من بفرمایید فاصلتون با اولی و سومی چقدره؟ حدود 4 سال. 4 سال و 4 سال؟ بله هر کدوم. خب شما تو چه سنی حدود مثلا 28-29 سالگی ازدواج کردید درسته؟ بله من حدود 26 سالگی ازدواج کردم. اولا که اومدم امریکا اصلا کار نکردم تا سالهای سال تو خونه بودم، بچه هم بزرگ کردم. ولی الان یکی از مشکلی هم که خیلی دارم بیشتر با دختر تینیجرم هست. خیلی آقای دکتر منو شبکم میکنه به خاطری که من تو خونه نشستم. میدونید نمیدونم الان من مثلا 1 ساله میرم سر کار، ولی خب این چرا کوچیکم میکنه، میگه تو هیچی بلد نیستی. خب سوال نه، صبر کنید. شما یادتونه اولا تو چه خانواده‌ای متولد شدید؟ خیلی خوب. اولا چرا باید اینقدر مشکل سلف استیم و حرمت نفس داشته باشید که دخترتون بتونه کوی؟ و دوم اینکه شما آیا هیچ کاری بلد هستید یا نیستید؟ من بله الان کار میکنم. نه چه زن گذشته کار نمیکردی؟ چرا کار نمیکردی؟ به خاطر اینکه نمیدونم شوهرم یه اخلاقی بود که میگفت بچه ها رو نباید جای ببرید تو خونه. اصلا بچه داره میذارم. حالا دخترم خیلی چشم میزنه، میگه مادرای دیگه تحصیل کرده اصلا تو هیچی بلد نیستی، اصلا تو کامپیوتر بلد نیستی. نمیدونم خیلی منم میدونیم خیلی به این فشار میاد که چه یه عمری هستم تو خونه. بعد اصلا تحمل دخترم ندارم، یعنی عیب از من نه صبر کنید. نه چرا شلوغش میکنید؟ ببینید عزیز، اگه شما بخیر همینجوری یه چیزایی فکرایی تو ذهنتون میاد، اولا خبری کودکی بدی داشتی که اینا نشون میده شما خودتون رو دارید گول میزنید. فاصله 4 سال هم فاصله زیادی بود، اونجا آسیبا رو خوردید. آخه اینا رو توجه نمیکنید. علاوه ببینید عزیز، عمرتون رو چجوری تلف کردید تو خونه نشستید؟ این که شما یه مادری بودید که از فرزندانتون مراقبت کردید تا غیر تر، اما نشون میشه کار تربیتیتون درست کرد. بعد چرا فاصله بچه‌تون 6 سال شما که تو خونه اید؟ چون تصمیم نداشتم بچه دوم بیارم. چرا؟ به خاطر خوب اینجا تنها بودم تو مملکت دست تنها و اینا، خیلی برام سخت بود. اصلا تصمیم نداشتم 2 تا. شما من میفرمایید که یک زنی تو خونه نمیتونه 2 تا بچه بزرگ کنه؟ دست تنها؟ و شما احتیاج به کمک داشتید برای چه کنید؟ تنها برای چی بود؟ آدمای دیگه آدم نبودن؟ ببینید چقدر آسیب خوردید. من اشکال کارم در نگاه شما عجیب و غریب به خانواده. شما رو یه کسی بار آوردن که گفتن هیچ کس غیر از فامیل محترم ما آدم نیست. هی هست چرا تنها شدی؟ چرا نرفتی با دیگران دوست بشی؟ چرا با دیگران ارتباط برقرار کنی؟ چرا با دیگران صمیمی نشی؟ چرا هیچ کس رو جای خواهر و برادر و پدر و مادر نتونستید بذارید در ارتباطاتتون؟ بقیه خواهر برادر دیگران نیستن. بعد از اون شما چرا بچه نمی‌خواستید؟ ولی که کودکی بدی داشتی. ببینید عزیز، چون همه جای نگاهتون خرابه دارم بهتون میگم، اصلا خبر معلومه کودکی بدی داشتی، در که آسیبا رو اونجا خوردی.
بعد تو اومدی تازه یه آدمی ازدواج کردی، نه اینکه اعتراضی بهشون داشته باشم، که اگر ایشون به شما تحمیل کردن چیزی که شما نمیخواست، خب شوهر خوبی نبودن. چرا باید آدم زنش از کار بندازه؟ برای تازه شما رو که نشانده یا شما نشستی در خونه که بچه داری کنید، شما که یه بچه آوردید بعد گفتید دست تنها هستم، بعد حتی یه واقعیتی نمیدونستید. میخوام شهرم گفت یا باید درس بخونی یا باید بشینی تو خونه، اگه میخوای درس بخونی فکر بچه رو اصلا نکن. آخه این چه نظر غلطی است که داری؟ مگر آدم قراره فقط یه کار بکنه؟ مگر آدم نمیتونه در حالی که خانه‌داره یا مرد یک کمی هم درس بخونه